میخوام 5 تا از پرطرفدارترین بالش‌های طبی دنیا رو بهتون معرفی کنم. یک، بالش میگرن یا بالش ضد سردرد، مخصوص اونایی که زیاد سردرد میشن. به خاطر این برجستگی‌های ریزی که داره باعث تحریک نقاط حساس توی سر میشه و اجازه نمیده که شما دچار سردرد و میگرن بشین. دو، بالش عشق یا بالش لاو، مخصوص اونایی که وقتی کنار عشقشون میخوابن دستشون درد میگیره یا دستشون خواب میره. یه جای دست اینجا طراحی شده که دیگه این مشکل رو براتون حل کرده. اگه دچار اختلال تو خواب هستین یا دچار دردای شدید گردن هستین و آرتروز گردن دارین، باید حتما از بالش پروانه استفاده کنین. کافی فقط یه بار ازش استفاده کنین تا ببینید چجوری درداتون رو از بین میبره. 4، بالش ارگولایف به خاطر طراحی ویژه‌اش و این قوس گردنی که داره به صورت کامل از گردن محافظت میکنه، مخصوص اونایی که به تازگی عمل جراحی گردن انجام دادن یا آرتروز و دیسکای خیلی شدید دارن که دکتر بهشون گفته که گردنشون نباید زیاد حرکت کنه. این بالش به صورت کامل از گردن حمایت میکنه. 5، بالش موج، مخصوص اونایی که زیاد خور و پف میکنن و زیاد کمردرد میشن. این قوس کاملا زیر گردن قرار میگیره و گردن توی وضعیت صحیح قرار میگیره و راههای هوایی موقع خواب باز میمونه و جلوی خور و پف گرفته میشه. اگه میخوای هر کدوم از این بالش‌ها رو داشته باشی، کلمه بالش رو این زیر برام کامنت کن، اطلاعاتشو تو دایرکت برات بفرستم. یادت نره دکتر گالی رو فالو داشته باش.